میگم حاجی مملکت به این میگن. مهمون داشتم شب، من که خودم مشروب نمیخورم، حال مالم به هم میخوره. با حاجی گفتم مشروب میخوام، گفت زنگ بزن آنلاین میارن، فقط آیدی تو میخوان. 10 دقیقه تو باشگاه بودم، آورد تو باشگاه. خالی خوربوزه بیر آره دو تاست، یکی اینا رو بزن. تکیلاس من بخورم حال من به هم میخوره، مسبس میکنم، حال و حوصله ندارم. مهمون میخوام بدم ببرم. آره منظورم تو باشگاه بودیم، الان گفتیم 10 دقیقه بعد رسید با آیدی. میگم کوچکترین چیز. بعد الکل میخورن تو ایران بنده خدا، از ناچاری آجی کور میشن. بعد یه سری میگم مگه مجبورن بخورن؟ بس می برای نوشیدن دیگه، برای چیه بس؟